الف لام میم. آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است. پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب آنچه از حس پوشیده و پنهان است ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو بر پیامبران پیشین نازل گردیده ایمان می آورند و به رستاخیز یقین دارند. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند. آن کس که زمین را بستر شما و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد. بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که میدانید هیچ یک از آنها نه شما را آفریدند و نه شما را روزی میدهند.